آچا جان قدیره برات گلی سیاه‌گوش چیزه. وای بچه های خوشبخت، بچه های بدولت، بچه های نامدار کنم درست آچا داشتن من نمیدونم این چی نمید این وجودم همه قربانه کلام نمیگو آمد قربانی صابر هنرمند مردمی تاجیکستان به عیادت مادری در این سن و سال از ضعف پیری آزرده و دردمند. آچا جان السلام علیکم چخلو چه جان نازه تینجی بردمی و قوتی سازی آچا آچا قدیره برات گلی سیاه‌گوش چیزه. وای گل آوردم به مهمانی تو خر گل نمیدونی نه اگر قدری خر گله گل دونی گله خالی نمیمونه خالی نمیدونی چکای گل به ما گل سیاه‌گوشی روگردان تا افتادی دری میدان طواق رو پر که دست گردان بفه در دستی گل گردان ینگه ای ینگه همه برای این گلای من یک گلدون بیار ینگه جان سفر نگفت که نازه که سازی سان تو نه ساز ینگه دیگه نازه اینجا نویرا همه نازه اینجا او چاکش که سلای باشم آچش کساله ها من فهمیدم که آچش کساله خیلی دیگه خیلی کلی خدا خود نازه چه؟ خیلی سازی تینجی ها؟ ها؟ چو کدی؟ با رازی نیستی ها چیزی کلا میزنی که؟ ریزایم خدا باشه سلامت باشه باشم این کار هر یه بنده لایق نمیبینه که ها چه جان ها آچه جان انا چیزا من نمیدونم همه هر بار میام آخه میدونم که ماهی را دوست میداری ماهی آوردم تا قیماق و که فردوس ینگه بیار همون اینه اینا خدا جان اینه ماهی دوست داشته تا آوردم کجا مانم این بالای وایده میمونم و چه آزی با میخوریم اینه خلیب هم دوست میداری دختر کجا ده؟ کی؟ دختر چه گفته سما بگو گفتم بشی شبرانه کو بگو ماما وارد نواده شون بچه های خوشبخت بچه های بدولت بچه های نامدار کنم رنگی ماما واره همه خیلی نویره دار شون همه خیلی بچه هم سفران نبگیرم هیچ همه میگوشن داشت بچه هم هر یه آدم رو رنگ نمیبینه نه گل صحرا و ماهی دریا و مغز و مویز آورد قربان به مادر. آخر کار باید کرد که مادر راضی باشد و قرض فرزندی یک اندازه ادا. اگر که همینجا پشتواره کده تا مثلا خانه خدا بری بیاریش هم ادا نمیشه چون که خب آدم جوانتر باشی نمیفهمی نه هر چی کلانتر میشه خودت نیاز پیدا میکنی با آن که یک چایت بیارن گاه ها مثلا آدمی از گرم و خنکی من خانه ده نخواست مثلا سر درد میکنه گریب میشی و وقتی که خانه دیگری میستی و بعد میگو یک پیاله چای هم بیارین میرن همشون عیادشون میبرارن که تو حال آدمی سب ساعتی و عیادشون میبرارن یک پیاله چای بعد قهر میکنی قواخوتا میگیریم بعد میری چای نارد ای میگن و میده کیلنت میده و دخترت میده و زنت میده اما دیر میکنن آفرین بر مادر آفرین بر اون زحمتاش که با مثلا خب اگر تقدیر و نصیب امکان داده باشه که آدم عمری دراز دیده باشه خب خیلی آسان نیست که چگونه میتونی مثلا این زحمتاش پاداش برگردونیم اگر میتونی با یک قیماق آوردن مثلا اما همینم خدا رو شکر هم برای من هم برای آچه هم برای که مثلا زندگی بسیار مثل اقیانوس است مد جزرای زیاد داره زمین میلرزه مثلا ما روبروی جریان مثلا برقیم ماشینیم سر رولیم همه وقت همه جا آدم با خطر روبروست اگر که من حالا 53 رفتم و آچه من
مثلا تقریبا تگی 100 درختگی است، مثلا 10 سال چند سال کمتر آسان نیست. این وقت است چون خوش ندارد شهر و مادر، همیشه خمارآلوده است هنرمند مردمی در غم دوری مادر. وقتی میگی که وطن، وطن هستی، وقتی میگویی که مثلا از وطن باید دفاع کنی، وقتی که میگویی که مثلا قیمت هستی و ارزش وجود انسانیت درک کنی، کجا میری؟ مثلا یگانه آغوشی که میگریزی مادر است. و حاضر من آچم در من باید این گپا بگم که اکثرا نمیدونم قریب 80% تئاتر لاهوتی آچم دست زیارت کردگیان، نمکش خوردگیان و هر بار آچم در سلام میگن آچه، همه وقت میپرسن مردکایی که 70 سالن میگن که آچه ما چه خیلی است و من هم وقت آچه سلام هم میارم، هم میرسم، آچه هم وقت دعا میتیه و یارم دعاش هم میگیرن و آچه داشتن من نمیدونم این چی نمید. این مثلا گاه ها میگوی خوشبختی چی است؟ شاید خوشبختی همین است که تو 50 آدم میری بازم مادرت هست. ناز و گیله دارد مادر پیش پسر، حق دارد. در این که اومدن قربان علی فتیلا نمره 3 باشه که قربان خبر میگیره. دین گری کردم گفتم نخواهم که او بلنده که تو تانجر نمیایی. اکی فتیلا را گفتی؟ محمد رجب گفت که چند روزی گفتم که 17 روزید که روز که شربان آمده بود دوگانم انا همه روز آمده بود دیگه تمام 15 روزی نامده. آخه زنش کسل های زن باش میگه خبر میگه. پدری من 23-24 سال باز که نیست. این یک دردی دیگه است، اما من خوشبختم که مادرم هست. مثلا شاید پدر خدا رحمتی ندید که ما هم جوان مرد شدیم، یک بریده نان یافتیم، ندید. نه خوشبختانه آچه هم دید، اما یعنی این خیلی این بخت است، این بخت است. بله و هیچ گپ نداره. و وقتی که مثلا آچم راضی میشه من خیال میکنم که پدرم بله یعنی که خمارت میشکنه، یعنی همه چیز جایی که جواب میتی میگوی که من گناه نکردم، من یک کاری خیر کردم و اگر حلال و حرام در میان میندازی هم وقت میگوی که آچم چی میگفت؟ مثلا میگفت که کارت درست کردی، یعنی میگفت که خوب کردی بچم و مثل وجدان است مادر. شنیدن افسانه کودکی دردآلوده هم باشد باز هم خوشایم است. چند روز پیش مثلا همینجا همسینفام آمده بودن که این همین دهه این روستایی که ما زندگی میکنیم خب قریب چند هزار آدم داره، یا خیلیش مثلا آدمی این گذر اون گذر رو نمیشناسه تقریبا، من به معنای رمزیش میگم. بچه ها آمدن و مثلا همسینفای ما که گاه ها من در خاطرم نیست که خانه ما چگونه بوده، چگونه ما را پذیرایی میکردن و چگونه جوره های من همسینفای من را آچم ارج میگذاشت. و یکی از همسینفام که نظر نام داره همه وقتی که در حضور آچم هم گفتگی است میگه که هیچ لذتی همون نانه که آچم از دیدان میکند و ما مکتب نزدیک بود، خانه ما اون بین دهه بود، یعنی ما همه که تنفس کلان میشید میدویدیم خانه ما میومدیم، خانهشون دور بود برای خانه ما نزدیک ما میومدیم خانه، حتما آچه ما که جوان بود خوشرو بود نان از تنور میشکست پاره پاره میکرد دست ما میداد و ما یک پیاله آب میخوردیم و همون نانا ما گزیده خورده میرفتیم. و ما در یاد دارم من خیلی چیز زیباترین مهربانی های آچم در یاد دارم، اما من میگم این قیمت تر است وقتی که یک همسیفی من این گونه آچم دارای همین گونه صفت های خیلی زیبا بود. اون وقتا یک حشرایی بود مثلا لای میکردن و دیوار میزدن، همین چیزا یادم هست. و در میان همه این دواده و گیرودارها یک زنی بود، زنی خیلی زیبا و هیچ زنی در زندگیم از اون دیگه بگیم بله مرتبه از این بالاتر نداشت. و او آچم بود که میدوید نان میپخت خوراک میپخت و همه را نان میداد
و بله خدمت میکرد، خدمتگار بود و اوچام یک اون من خیلی و حالا من میگم که هر چی در وجودی من هست اگر این زیبا است از بله از مادر است. گلبدامان شده است مادر با این سر و لباس و با این زر و زیور. انیق تحفه قربان یا شاه پسرهای دیگر است. وجودم همه قربان است. کلام نمیگو. همین چاله که در دست اوچم همین من مخصوص در استانبول گفتم از این بالاتر از این قیمتتر نیست و آوردم این هم وقت در دست هم اوچم. یعنی که همیشه قربان با مادر است. بله درست. یکی بگو. بگو چه جون. حالی همین برای همین چاله کلونو نویره ها دختر جنجال است که به همین زندگی بتمونه. میگم نه هیچ کار نمیشه بعد که مردم بگیره. یک پاره شعری هست وقتی که ما از اوچم میبینم ببین میگی نخوان دستای اوچم میبینم یعنی دستای پر از آبیله و بله کارکوفته مادر و گاه ها مثلا اوچم میبینم من میگم دنیا هم همین گونه است مثلا مثل اوچم پیر زیبا برجا و ابدی و فردوسی به یاد میرسه که زمین گر کشاده کند راز خویش اگر اوچم هم همین خیلی میتونست رازش میکشاد همه رازایی که داره زمین گر کشاده کند راز خویش نماید سرانجام و آغاز خویش کنارش پر از تاجداران بود برش پر ز خون